جسارت آخوند به ساحت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اشرف کائنات با اون عظمت میفرماید دعای من مستجاب نمی شود مگر اینکه حسین بگوید آمین، حسن بگوید آمین. الله تعالی میفرماید انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فقط آنان دروغ میبندند که به آیات الله ایمان ندارند و ایشانند که دروغ گویانند. این آخوند جاهل نمیداند که حسن رضی الله عنه در سال 3 هجری و حسین رضی الله عنه در سال 4 هجری در مدینه منوره به دنیا آمدند. وقتی دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون آمین گفتن حسنین مستجاب نمیشد، پس دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خلال 15 سال قبل از ولادت آن دو چگونه مستجاب میشد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از تولد حسنین در بسیاری از جاها دعا نمودند و مستجاب شده است. مثلا دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیرون راندن وبای مدینه در سال 1 هجری و دعای ایشان در غزوه بدر در سال 2 هجری و که الله تعالی بدون آمین گفتن حسنین آن را پذیرفته است. حقیقت امر این است که رافضیان معتقدند رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل ائمه از هیچ جایگاهی برخوردار نیست، بلکه آنچه دارد از لطف و کرم ائمه معصومین است. در واقع ائمه خدایند و پیامبر بشر و حتی او صلی الله علیه و سلم برای رسیدن به الله عزوجل محتاج و نیازمند توسل به ائمه معصومین است و بدون آمین گفتن آنان دعایش مستجاب نخواهد شد. آیا تاکنون کسی چنین جسارتی در حق ایشان نموده است؟